سلام. بسم الله الرحمن الرحیم. برگشتم با یه ویدیو دیگه. امروز میخوام داده های COT رو بررسی کنیم و بدونیم که چجوری باید چه غلطی بکنیم در واقع. خب مرحله اول وارد سایت بار چارت میشید، chart.com. سلکت کامیونیتی رو میزنید. من S&P 500 و نزدک رو میزنم چون عین همه S&P 500 رو میزنم. خب منتظر میشیم لود شه. خب حالا شد این مهمه، اینجا جایی که مهمه اوپننگ. خب عدد بیشترش مورد دسامبر 2023 است کیلوش. خب حالا که چی کردیم میریم سراغ اینترکت. زدم داریم. خب من اون عکس رو اینجا داخل نرم افزار پینت که تو همه سیستمام هست بازش کردم. عکس 1 سال است. این اگر نگاه کنید این خط صفر خودش داره و زیر خط صفره و هم نشون میده که همشون توی سلن، ولی داستان این که هست اینه که ما به این هم حتی اکتفا نمی کنیم. یک دایره میکشیم، مربع میچشیم حالت مستطیل مانند. این پایین ترین حد بذار من ایریز رو بزنم. احتمالا یه اتفاقی افتاد من اشتباه کردم. خب دوباره اینجا پایین ترین حد تا بالاترین حد که میشه اینجا. امیدوارم درست کشیده باشم. سایزش هم کوچولوشه. اوکی. خب حالا میرم اینجا تو قسمت ویه اینو بزن لا لا لای لا لای لای. حالا بشمار ببین از بالا بیا. 1 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا دیگه. این نیم هم حساب نمی کنیم. یه خط بنداز رو 2.5 که وسطش باشه. تقریبا بیاد. جون مادر تکون نخور. آها گرفتم. حالا شد. حالا این سطل رنگ رو ور میداریم و البته اینا رو بذار غیر فعال کنیم خوشگل دیده شه. خب حالا سطل رنگ رو بردار، اونایی که پایینه رو قرمز کن مثل اینجا حالا اینجا که دیگه خیلی ریزه زیرش افتاد. خب هیچ. سبزم برای بالا خوش. داداش اشتباه شد. داداش من اشتباه کردم اینجوره. خب بازم اینجا هم سطلی رنگی دیگه. بقیه جاش جالب نیست. الان اینجا رو نگاه کنید. دیلی در 1 ساله ما اینجا حالت بالا پایین رو میکشیم از بالا تا پایین که بدونیم که کی رو سل بوده مارکت، حالا مارکت میکر ها کی رو بای بودن. نگاه میکنید که دقیقا حالا از آگوست 2023 دیگه یواش یواش رو سل رفتن و اینجا هم حالا رفته رو
قسمت 3 از اینجا به بعد. و پس ما 2 چیز رو با هم محلول. ویدیو قبل که راجع به مووینگ اوریج ها در ویکلی صحبت کردم و گفتم که تایم های بالا خیلی خیلی برای ما مهمه. حالا اینم از این. و پس ما ترند رو میدونیم نزولی، S&P 500 ترند رو فهمیدیم نزولیه. اما این که سوال های بعدی ما چیه و ما چگونه عمل خواهیم کرد بمانه برای ویدیوهای بعد. آخرش هم یه نقشه راه بهتون میدم و همین دیگه. فعلا همین، واقعا چیز دیگه ای به ذهنم نمیرسه. یه استراتژی طلایی هم بهتون راجع به نزدک و S&P میگم. دلیل این صعودش هم به نظر من فعال کردن اینا بود اینجا و ایکوال لوها رو جمع کرد. ولی خب حالا از قبلش هم داریم. من دیگه صحبتی ندارم، به نظرم کافیه و اوکی. امیدوارم که استفاده کنید. خواهشاً لایک ساب یادتون نره، کامنت بذارین. من نمیدونم، برای خودم که اینا رو نمیذارم دوشه گلم، برای شما میذارم که استفاده کنی. آبجی گلم، حالا من نمیدونم روشون سیستم نشستی و حالا داری یوتیوب رو تماشا میکنی. دم شما یه خیلی ممنون، قربان شما، خداحافظ.